بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن 3 دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند، به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحم‌هایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع به ایشان حقدارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خویش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است.